اون زمان که ما می اومدیم اینجا، سال 80 رو میگم، 1380، نفس گیرترین نقطه تنگزاق همین دم ورودی تونل بود، چون ماشینا مثل الان نبودن. شاخترینش ولوو کل زرد بود، ماک بود با اف اینتر، اف 12 هم که تازه اومده بودن، سال 73 اومده بودن. عرضم به حضورت که خیلی ها شاگرد داشتن. شاگردا همیشه کفش پاشون بود آماده، بغل در، دستگیری در تو دستشون، که اگه خدایی نکرده یه زمان ماشین پس داد، سریع بپرن پایین، از اون سنگا وردارن بندازن زیر لاستیک. اینجا دو طرفه بود، فقط همین یه تونل بود، دیگه تونلی وجود نداشت. رفت و برگشت همین یه دونه بود. وقتی که میخواستن همون سال 80 میخواستن فناشو ببندن که دودو از داخل تخلیه کنه، ساعتها ما همینجا میموندیم تا راه باز بشه، یا مشکلی اگه بود مشکل رو حل کنن، بعد اجازه ورود بدن. این تونل تنگزاقه. تقدیم به نگاه زیبای تمام عزیزان و فالوورای عزیزم که همیشه یار و یاور من بودن، همیشه به من کمک کردن. داخلش هم دیدین که چقدر دست انداز داره. اینم وضعیت روشناییش.